وقتتون بخیر، وقتتون بخیر. سال نوتون مبارک، سال نوتون مبارک باشه. یه سوال ازتون دارم. خواهش می‌کنم زنده باشید. حالا اجازه بدید من یه به نظر شما ما مشکلات زیاد داریم، این همه میدونن، مشکلات اقتصادی وجود داره، گرونی که همه هست. با این وجود میخوام بدونم که آمریکا تونسته تو این چند سال ملت بزرگ ایرانو به زانو در بیاره یا نه؟ نه خیر، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. میدونی سرا آمریکا ما الان خودشفا شدیم، چند تا دانشمندای ما را ترور کردن. واسه چی؟ به خاطر این که میخوایم رو پای خودمون وایسیم. احسن. درسته یا نه؟ اینا همه این گیرانیت تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا. به خاطر اینکه ما خودشفا شدیم. این گیرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل. اون خانم هم که طرفدار شاهه، برم گمشن. اون با آره من اب نداره چیه؟ حالا هر کی اظهار نظر خودشفا شدیم. ما در حال کل جهان از ایران حساب میبرن، رو پای خودمون وایسادیم، مثل شاه وابسته نیستیم. فهمیدی؟ به خاطر همین ما الان توی درست یه خورده جیرونی هست. اون خانم و اینا این لخت و پتی اینا رو ولش کنه، حرفاشو از من بپرس. حزب الله